سریال فریها یکی از اون سریالای پرطرفداریه که در زمان پخش خودش کلی سر و صدا به پا کرد و چاغاتای اورسوی با بازی توی این سریال بود که به شهرت رسید. اما از زندگی خصوصی، ازدواج، طلاق و حتی روابط جنجالی بازیگرای این سریال پرستاره چیزی شنیدین؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و این ویدیوی باحال از دست ندین. شماره 1. دنیز اور. دنیز تا به حال 3 بار ازدواج کرده. اون بار اول در سال 1997 با بازیگری به نام اسماعیل حکی سونات ازدواج کرد. این زوج خیلی زود صاحب پسری به نام انگین شدن، اما متاسفانه اسماعیل در سال 2004 در یه حمله مسلحانه کشته شد. بعد از اون دنیز در سال 2007 با مجری و گزارشگر ترک رها مورتار ازدواج کرد و از این ازدواج هم صاحب یه دوقلو به نام‌های مینا و پویراز شد. اما هنوز 1 سال از به دنیا آمدن این دوقلوها نگذشته بود که این زوج در سال 2010 از هم جدا شدن. حالا بعد از چند سال دنیز دوباره تصمیم به ازدواج گرفته و همین امسال با بازیگری به نام اردینج گولنر برای بار 3 زندگی مشترکش رو شروع کرد. شماره 2. فیضا جیولک. از اینکه این بازیگر در حال حاضر با کسی در ارتباط یا نه خبری در دسترس نیست. اما خودش میگه وقتی که توی اخبار میخونم که دوستا به هم خیانت میکنن و با عشقای سابق هم رابطه برقرار میکنن، ترجیح میدم تنها بمونم. شماره 3. یوسف آکگون. این بازیگر در سال 2018 برای مدت کمی با بازیگر ترک نیلپری شاهینکایا در ارتباط بود و بعد از اون در سال 2020 شایعه‌ای از رابطش با مروه چایران منتشر شد که البته خیلی زودم تکذیب شد. شماره 4. عارف سلچوک. این بازیگر متأهله. اون در سال 2016 با دختر یک خواننده معروف آذربایجانی به نام هاتیرا ممدوف ازدواج کرد. شماره 5. آهو سونگور. آهو این بازیگر 40 ساله که یه زندگی مشترک مثال زدنی و موفق داره در سال 2002 با بازیگری به نام سوات سونگور ازدواج کرد. این زوج با 20 سال اختلاف سنی صاحب پسری به نام ایگه هستند. شماره 6. متین چکمز. هیچ اطلاعاتی از همسر این بازیگر در دسترس نیست و این بازیگر متاسفانه همین چند روز پیش در سن 75 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. میخوای از داستانهای عاشقانه و زندگی خصوصی بازیگرای معروف این سریال باخبر بشی؟ پس همین الان کانال لنز رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو تا آخرش ببین. شماره 7. جیدا آتش. جیدا بعد از چند سال رابطه عاشقانه و پرفراز و نشیب با شخصی به نام بورا توپلوسوی بالاخره در سال 2018 و با وجود مخالفت خانواده بورا با اون ازدواج کرد و این زوج که در آمریکا زندگی میکنن در اواخر سال 2020 صاحب دختری به نام تالیا شدن. شماره 8. سارف جان کورالو. سارف در سال 2020 برای مدتی رابطه عاشقانه‌ای رو با یه وبلاگ نویس معروف به اسم فرهان طالب تجربه کرد. اما خبر جدایی غیرمنتظره این زوج همه رو شوکه کرد. اونا همزمان با انتشار این خبر همه عکسای عاشقانه دوتایشون رو از اکانت‌های اینستاگرامشون پاک کردن و دلیل این جدایی رو عدم تفاهم عنوان کردن. شماره 9. باریش کلیچ. باریش کلیچ متأهله. اون در سال 2007 ازدواج موفقی با شخصی به نام آیشه گل اوزای داشته و حاصل این ازدواج هم 2 پسره. شماره 10. وحیده پرچین. این بازیگر با سابقه در سال 1991 با آلتان گردوم ازدواج کرد و دختر این زوج در سال 1994 به دنیا آمد. وحیده و آلتان بعد از 22 سال زندگی مشترک در سال 2013 از همدیگه طلاق گرفتن.
اما این زوج بعد از جداییشون همچنان رابطه دوستانه خیلی خوبی با هم دارن. شماره 11. گیزم کاراجا. اون بعد از 2 سال رابطه عاشقانه با کمال اکمکچی در سال 2017 در بودروم با اون ازدواج کرد. شماره 12. هازال کایا. هازال 2 سالی میشه که از دنیای مجردی خداحافظی کرده. اما قبل از ازدواجش چند تا رابطه عاشقانه اما کوتاه مدت رو هم تجربه کرده. اولین رابطه اون در سال 2009 با بازیگر ترک آلپر سالدیران بود که 1 سال بیشتر طول نکشید. بعد از اون در سال 2010 با عکاسی به نام جاید باها پارس که 18 سالم از اون بزرگتر بود یه رابطه 2 ساله داشت و در آخر در سال 2012 یه رابطه کوتاه رو با بازیگر ترکسال بوزکورت برقرار کرد. در نهایت هازال بعد از 5 سال رابطه عاشقانه در فوریه سال 2019 با بازیگر و کارگردان ترک علی آتاک ازدواج کرد و این زوج خیلی زودم در نوامبر سال 2019 صاحب یه پسر به اسم فیکرت علی شدن. شماره 13. چاغاتای اولسوی. چاغاتای تا حالا چند تا رابطه کوتاه مدت و بلند مدت رو تجربه کرده که معمولاً هم این روابط عاشقانه با افرادی بوده که چند سالی از خودش بزرگتر بودن. اون حتی با دخترایی در ارتباط بوده که 10-15 سال ازش بزرگتر بودن. چاغاتای با بازی در سریال فریها مدتی با تهیه کننده این سریال یعنی جیدا گوننج در ارتباط بود. بعد از اون چاغاتای یه رابطه جنجالی داشت. بله، در سال 2012 بود که خبرنگارای همیشه در صحنه مچ چاغاتای و بیکتوز و ناتاچ رو گرفتن و عکسایی از این زوج رو در کنار هم منتشر کردن. بعد از این رسوایی زمزمه‌هایی از رابطه چاغاتای و همبازیش در سریال فریها گیزم کاراجا به گوش رسید که البته هیچ وقت این رابطه از طرف این زوج تایید نشد. عشق بعدی چاغاتای سرنای ساریکایا بود که رابطه اونا با بازی در سریال جزرومت شروع شد. اما این رابطه هم دوام چندانی نداشت و خیلی زودتر از انتظار تموم شد. در نهایت چاغاتای از سال 2018 وارد یه رابطه عاشقانه پایدار با دویگو ساراشی شد که با وجود شایعه‌های گاه و بیگاه از جداییشون اونا همچنان عاشقانه در کنار هم هستن. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این سریال زیبا چیه؟ کیا با دیدن این سریال بود که از طرفدارای پر و پا قرص چاغاتای اولسوی شدن؟ برای ما بنویسید کدوم بازیگر این سریال رو از همه بیشتر دوست دارید؟ ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. عضویت در کانال لنز و لایک کردن این ویدیو رو هم فراموش نکنید.